بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام خدمت شما عزیزان همسفران تاریخ پر عظمت و پر مجد خودمون، تاریخ نیاکانمون که ما به اونها افتخار میکنیم و با هر یادآوری تجدید عهد و پیمان میکنیم که پدرانا ما با شما همراه هستیم و در مسیر شما گام میگذاریم و چون شما ستارگانی خواهیم بود در آسمان مجد و پیروزی و افتخاری برای آیندگان و همونطور که شما افتخار آفرینان بودید برای ما. امروز میخواییم سری به خراسان بزرگ بزنیم، به شهر بیهق از شهرهای غرب خراسان که امروز از شهرهای استان خراسان رضوی است. از شخصیتی میخوایم نام ببریم که امام ابوالمعالی جوینی در وصف ایشون میفرمایند که هیچی که از علما و فقهای مذهب شافعی نیست مگر اینی که امام شافعی رو بر اون شخص منتی است و فضلی که امام شافعی به هر حال رهبر و شاخصه اون مذهب و فقه هست. مگر این شخص، مگر ابوبکر بیهقی که ایشون بر مذهب شافعی منت دارن، چرا که خودشون در سطح یک امام بودن. با این وجود با تألیفات و نوشته هاشون مذهب امام شافعی رو گسترش دادند و خدمت کردند به مذهب امام شافعی. استاد بزرگوار احمد ابن حسین ابن علی ابن موسی الخسروجردی الخراسانی، ایشون در رمضان 384 چشم به دنیا گشودند، یعنی در نیمه دوم یا نیمه اول مثلا یا نیمه دوم قرن سده چهارم و در جمادی الاولای 458 یعنی باز نیمه دوم سده پنجم چشم از دنیا فرو بستند، یعنی چیز حدود 74 سال عمر کردند در شهر نیشابور و در سبزوار به اصطلاح به خاک سپرده شدند و مدفن ایشان در شهر سبزوار هست. در مورد زندگی امام ابوبکر بیهقی که احمد بن الحسن مشهور شد بعدها به امام ابوبکر بیهقی، در ابتدای زندگیشون چندان مصادر تاریخی ما رو یاری نمی کنند که زیاد بدونیم که پدرشون و خانوادهشون چه وضع حالی داشتن، اما ظاهر امر بر این هست که خانواده اهل علم و از عشاق علم و دانش بودند، چرا که از همان زمان کوچیکی ایشون به اصطلاح در پی علم و دانش و جمع کردن احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی که از اونها روایت میشد و خودشون میفرمایند که من از کودکی در پی طلب علم بودم و هر آنچه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به من میرسید اون رو یادداشت میکردم، هر آنچه از صحابه پیامبر به من میرسید اون رو یادداشت میکردم، چرا که صحابه شاگردان مکتب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند و سعی میکردم که همه راویانی که اینها رو نقل کردن اونها رو بشناسم و افرادی که به آدم درست بودند از آدمای نادرست جدا کنم، احادیث مرفوع رو از احادیث موقوف و موصول رو از مرسل و اینها جدا کنم که بدونم هر حدیثی که میاد میرسه به من از چه وضعیت علمی برخوردار هست، میشه روش اعتماد کرد، نمیشه روش اعتماد کرد. و میدونم که همه اونهایی که به اصطلاح سعی کردند علم و دانش رو جمع کنند اینها تلاش خودشون رو کردند، خب به هر حال کسایی موفق شدند که خدمت درست انجام بدن و به هدف رسیدند که اونها
نزد خداوند متعال 2 اجر دارند. اونهایی هم که موفق نشدند به خاطر اجر و زحمتی که کشیدند در نزد خداوند متعال مأجور هستند. و من هم سعی می‌کردم که همه این احادیث رو جمع کنم و به اصطلاح در یک کتابی بعدها جمع کردن که به اصطلاح در موردش سخن خواهیم گفت. ایشون برای در طلب علم زحمت‌های فراوانی کشیدند، به شهرهای مختلفی رفتند. اول مراکزی که در اونها علما و اندیشمندانی بودند در خراسان بزرگ، به اونها سفر کردند، به طوس رفتند، به همدان، به نوقان و مناطق دیگه‌ای هم رفتند به حج. حج در تعبیر علمای بزرگ همیشه ذکر میشه و یادآوری یک دانشگاه بزرگ هست. وقتی میگیم حج یعنی سفر طولانی، یعنی همراه با یک کاروان که در این کاروان علما و اندیشمندانی با تخصصهای مختلف همراه این کاروان هستند. در طول این مسیر یک مسیر عبادی و آموزشی و تربیتی است. در طول این مسیر شاگردان از علما و اندیشمندان یاد میگیرند. سفرنامه حج برای هر عالمی در اون زمانی که سفر به صورت کاروانی و پیاده یا سواره بود در اون زمان یک به اصطلاح ویژگی خاص شمرده میشه. وقتی میگن فلانی به سفر حج رفته یعنی در این دوره آموزشی بزرگ شرکت کرده. و خودشون هم وقتی میرفتن به حج خب مسافت بسیار طولانی بود، چند ماه در راه بودن. اونجا هم که میرسیدن سالی یا بیش از سالی رو اونجا اتراق میکردن. به هر حال فرصت بود، یک حج اومدیم چرا حج سال آینده رو کسب نکنیم، اگر حج اومدیم حداقل رمضان سال آینده رو اینجا باشیم. و به هر حال همه در تلاش بودند که به گونه‌ای مدت زمان بیشتری هم بمونند و ماندن در حج و در فضای خانه خدا. اونجا مرکز علم و دانش بود و به هر حال مکه و مدینه منوره مرکزی بود که در اونها خیلی از علما و اندیشمندان بزرگ حضور داشتند و شاگردان می اومدن و از محضر اون بزرگواران کسب فیض می کردند. امام بیهقی بعد از سفر حج رفتند به بغداد و کوفه. بغداد و کوفه اونجا دیگه دانشگاه‌های بزرگ جهان اسلام، مرکز خلافت بغداد بود و کوفه و بصره و اینا شهرهای بزرگی بودند که در اونها دانشگاه‌های بزرگ وجود داشت. و بعد از این سفر طولانی کسب علم و فیض امام بیهقی برگشتند به روستای بیهق خودشون و اونجا مشغول به تألیف شدند. ابن عساکر در وصف امام بیهقی می‌فرمایند که احمد ابن الحسین ابن علی بیهقی امام حافظ اصولی و انسان بسیار فریخته و پرهیزکاری بود. واحد زمانهی فی الحفظ، در زمان ایشون مثل ایشون کسی در حفظ و هوش و زیرکی نبود. و فرد اقرانهی فی الاتقان و ضبط، و در میان همکلاسی ها و هم دوروی ها و علمای هم سطح خودش کسی مثل ایشون در ضبط و اتقان نبود. و من کبار اصحاب الحاکم و الحافظ و المکثرین عنه، و از شاگردان یا از به اصطلاح یاران بزرگ امام حافظ الحاکم نیشابوری هست، صاحب کتاب المستدرک که به عنوان یکی از علما و اساتید امام بیهقی از ایشون یاد میشه. و میفرمایند که ایشون علم زیادی رو کسب کردند و در کوچیکی یا در عمر کودکیشون تونستند خیلی از متون مهم رو حفظ کنند. امام سمعانی در کتاب الانساب خودشون در توصیف امام بیهقی آوردند که ایشون امام فقیه حافظی بود که تونسته بود بین تخصص حدیث و تخصص فقه جمع کنه. و در وصف ایشون به هر حال ائمه بسیاری حرفهای خوبی زدن که ایشون امام اهل سنت
و جماعت بود و اساتید ایشون همونطور که اشاره رفت از مهمترینشون امام حاکم نیشابوری بود که به عنوان امام حافظ و ناقد و علامه و شیخ المحدثین و صاحب التصانیف از ایشون در کتاب‌های انساب و کتاب‌های اعلام و رجال یاد میشه. از جمله اساتید ایشون امام ابو محمد جوینی پدر امام الحرمین ابوالمعالی جوینی هستند که به رکن الاسلام از ایشون یاد میشه و امام بیهقی در محضر این بزرگواران و در محضر متخصص به اصطلاح فلسفه اون روزگار شیخ المتکلمین ابوبکر ابن فورک کسب فیض کردند. همچنین از محضر استاد عرفان و از علمای بزرگ عرفان ابو عبدالرحمن سلمی و ابو اسحاق اصفراینی و ابو سعید ابن فضل سیرفی و غیره ایشون کسب فیض کردند و بعدها که خودشون در مسند استادی نشستن شاگردان بسیار وارسته ای رو به جامعه اسلامی تقدیم کردند. از اون جمله است از حافظ ابن منده و همچنین ابوالحسن عبیدالله ابن محمد و که کتاب اسماء و صفات رو از پدر بزرگشون روایت کردند و افراد بسیاری که به اصطلاح در علم و اندیشه پیشتاز شدند. کتاب شاهکاری که به اصطلاح از جمله شاهکارها، چون که امام البیهقی کتابها و تالیفات بسیار وارثه‌ای دارند. کتاب از سنن الکبرای ایشون در 10 جلد شاید بشه گفت که از بزرگترین شاهکارهای ایشون هست که این کتاب رو میگن کتاب مسند. چرا میگن کتاب مسند؟ چون که در این کتاب هیچ حدیثی یا روایتی یا حکایت و قصه یا حتی شعری رو نه آورده مگر این که اسناد این شعر رو آورده که این شعر یا این حکایت از کی هست، که به من رسونده، ایشون از کی شنیده و اون از چه کسی این رو نقل کرده یا صاحبش کی هست. و به هر حال در کتابش ویژگی که این کتاب داره مثل بسیاری از کتاب‌های سنن بر وفق ابواب فقهی به اصطلاح ترتیب شده. یعنی مثلا کتابی داره به نام کتاب طهارت، کتاب نماز، کتاب‌های دیگر که به همین صورت میاد و در زیر هر کتابی اون احادیثی که در اونجا ذکر شده یا هست در بین اهل علم اونها رو آورده و خودشون احادیث به اصطلاح صحیح رو روشون اعتماد کردن و همچنین احادیث ضعیف رو هم ذکر کردند. خب میفرمایند که احادیث صحیح رو واسه این آوردن تا به اونها عمل بشه و احادیث ضعیف رو آوردن تا از اونها دوری بشه، تا اهل علم و طلبه علم بدونن که چه احادیثی در این باب اومده و کدومش درسته قابل اعتماد هست و کدومش نادرسته و نباید به اون اهتمام داده بشه تا به اصطلاح شاگردان در صید به اصطلاح کسایی که احادیث ضعیف رو در جامعه ترویج میدن قرار نگیرن. از کتاب‌های به اصطلاح دیگه ای که هم ایشون داره کتاب سنن و آثار هست در 4 جلد، اسماء و صفات هست در 2 جلد و کتاب‌های بسیاری دیگری و یکی از مهمترین و عمده‌ترین کتاب‌هاشون کتاب دلائل النبوه هست در 4 جلد و کتاب شعب الایمان در 2 جلد و مدخل الی السنن و فضائل صحابه از جمله کتاب‌های این بزرگواران هست. در این عرصه زمانی ما می‌بینیم که بسیاری از علما کتابی در فضائل صحابه دارند. چرا؟ چون که الان ما اینور اونور برخی از مذاهب منحرف رو می‌بینیم که در حق صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زبان درازی میکنن و این باعث میشه که اهل علم و
منصفان و ناقدان بیاند و فضایل و ویژگی هایی که صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دارند رو بیان کنند. اگر این موذیان و افراد منحرف نمی بودند و زبان درازی نمی کردند در حق مکتب رسالت و شاگردان و دستپروردگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، شاید کتابخانه اسلامی نیازی پیدا نمی کرد که این همه کتاب در وصف صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگاشته بشه. چرا؟ چون که خود صحابه جزئی از این بافت و مسیر حفظ قرآن کریم هستند. وجود اونها در این مسیر خودش به اصطلاح تزکیه و به هر حال جایگاهی است که الله متعال به اونها داده است. خداوند متعال وقتی که برای ما بیان می‌فرمایند که قرآن رو ما فرستادیم و انا له لحافظون و ما خودمون از این قرآن حفاظت میکنیم و این قرآن از راه صحابه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ما رسیده، نیازی نبود که این همه کتابها در توصیف اینها نوشته بشه. اما چون که اهل باطل خواستند بیان طعنه بزنند بر مکتب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به هدف ساقط کردن دعوت نبوت، اینجا باعث شد که بسیاری از اهل علم مثل امام بیهقی در فضایل صحابه هم کتابی نوشته باشند. سنن بیهقی که بهش سنن صغرا و سنن کبرا گفته میشه و سنن کبرا همونطور گفتیم در 10 جلد هست. این کتابی است که دیگه تقریبا از عمده‌ترین کتاب‌هایی است که تا تونسته تا حد زیادی اون متون که مربوط به فقه هست و احکام هست، چه مرفوع هست و چه غیر مرفوع، اینها رو جمع کنه. و امام ابن صلاح در توصیف این کتاب میفرمایند که انا لا نعلم مثله فی بابه، ما مثل این کتاب در این تخصص، مثل این کتاب من سراغ ندارم. و این کتاب رو کتاب ششم احادیث اهل سنت قرار میدن. یعنی ترتیب احادیث اهل سنت در نزد امام ابن صلاح این هست که کتاب امام بخاری، بعد از اون کتاب امام مسلم، بعد از اون سنن ابی داوود، بعدش سنن امام نسائی و بعدش هم سنن ترمذی و ششم این سنن امام بیهقی رو قرار میدن. جالب اینجاست که کتاب امام بخاری و امام مسلم و ابو داوود و نسائی و ترمذی و بیهقی، هر 6 تا کتاب بزرگ سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، تمامشون در سرزمین ما و توسط نیاکان ما جمع آوری شده بود، چرا که اونها از فرهنگ دیرین خوبی برخوردار بودند و احساس می‌کردند در ابتدای کار که نیاز هست که احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و فرمودهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گردآوری بشه. و امام ذهبی در میفرمایند که و انقطع بقریته مقبلا علی الجمع و التعلیف، که امام بیهقی بعد از این همه سفرها و این همه زحمتها اومد و نشست توی روستای خودش و شروع کرد سنن کبیر رو می نویسه در 10 جلد، اون رو کامل کرد. لیس لاحد مثله. امام ذهبی میفرمایند که هیچ عالمی رو من سراغ ندارم که کتابی مثل کتاب سنن بیهقی نوشته باشه. و در وصف ایشون میفرماید که فتصانیف البیهقی عظیم القدر، نوشته های بیهقی، کتاب های بیهقی جایگاه بسیار بزرگی را داره. غزیرة الفوائد، فایده های بسیار زیادی داره. قل من جود توالیفه مثل امام ابی بکر. میفرمایند که خیلی کمن افرادی که در نوشته هاشون اینقدر دقیق باشند که امام ابوبکر. فینبغی للعالم ان یعتنی بهؤلاء، من توصیه میکنم علما و اندیشمندانو که به نوشته های امام بیهقی
اهتمام بدن و سیما سنن الکبری، به خصوص کتاب سنن کبرای ایشون. و خود امام ذهبی خودشون آستین بالا زدن و کتاب سنن کبرا رو تهذیب کردن، یعنی خلاصه و ترتیبش دادن با نام المهذب فی اختصار سنن الکبیر للامام بیهقی. و در کتاب‌های زیادی در شرح و در وصف یا در زواید امام بیهقی نوشته شده و البته بعضی میگن که چه فرقی بین کتاب سنن کبرا و سنن صغرای امام بیهقی اینه که در سنن کبرا بیش از 20,000 حدیث داریم، در سنن صغرا 4478 حدیث تنها داریم. در سنن کبرا وقتی که ایشون یک بابی رو از ابواب فقه ذکر میکنن، در زیر اون تعداد زیادی از احادیثی که در اون باب هست رو ذکر میکنن، حالا احادیث درست و احادیث ضعیف، احادیث صحیح و ضعیف با هم، تا افراد اهل علم بدونن که در این باب چه احادیث صحیح اومده و چه احادیث ضعیفی اومده. در سنن صغرا ایشون نه، در هر بابی چند تا حدیث به اصطلاح که بیانگر اون حکم فقهی باشه رو میارن و غیر از احادیثی که نزد خودشون صحیح هست هیچ احادیث دیگری رو نمیارن. شیخ محمد ضیاءالرحمن اعظمی هم کتاب امام بیهقی رو شرح داده به نام المنة الکبری، شرح و تحقیق السنن الصغری للامام البیهقی. این امام بیهقی بود یکی از رادمردان و نامداران علم و اندیشه که بیانگر هویت و تاریخ پرمجد و عظمت ما مؤمنان در سرزمین فارس هست. ما الان بچه های خراسان و بچه های سرزمین فارس و اون فارسی دانان و فارسی خوانان و فارسی فهمان همه دست در دست هم میدیم و سعی میکنیم که فرزندانی بهتر از امامان گذشتهمون تربیت کنیم و اونها رو به جامعه بشری تقدیم کنیم. به هر حال ما میراث بسیار غنی از علما داریم و باید این میراثمون را حفظ کنیم و فرزندانی بسازیم که همونطور که امام بیهقی برای ما امروز مایه افتخار هست، فرزندان ما برای آیندگان هم مایه فخر و افتخار باشند و بتونن هویت اصیل اسلامی جامعه ما رو به اصطلاح به جهانیان برسونند و به آیندگان جامعه خودمون تلقین کنند.